سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. من آپولارم و اینجا چنل آپولار آی سی تیه. خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل من. امیدوارم که مطالبی که توی کانال قرار میدم مفید باشه، باعث پیشرفت توی معاملاتتون بشه و در حد توان خودم بتونم دانش رو به سمت شما انتقال بدم و مورد استفاده قرار بگیره. توی اولین پست اومدم از پایه و بیسیک کار شروع کنم. این که اصلا الگوریتم تحویل قیمت چیه؟ چرخه چهارگانه قیمت، چرخه‌ای که شما توی هر مارکتی باشین، میخواد کریپتو باشه، میخواد فارکس باشه، میخواد حتی بورس ایران باشه، شما در هر لحظه‌ای که به هر مارکتی نگاه کنین، قیمت در حال پاسکاری و رد و بدل شدن توی یکی از این چرخه چهارگانه است. ممکنه که خیلی از افراد الان پیش خودشون فکر کنن که خب اصلا چرخه تحویل قیمت چیه؟ اصلا چه ارزشی داره؟ چه لزومی داره که بدونیم و توی معاملات اصلا کجا به کار میاد؟ این مثال رو شاید اگه بزنم خیلی بهتر بتونین متوجه بشین. تریدر یک معامله‌گر، یک فردی که میاد وارد مارکت های مالی میشه برای اینکه بتونه یک سودی رو از این بازارها کسب کنه، مثل فردی که وارد یک شهر ناشناخته میشه، شهری که با خیابوناش هیچ آشنایی نداره، اصلا نمیدونه مسیرها و جاده های این شهر چی به چیه. اون فرد برای اینکه بتونه حالا از این شهر نجات پیدا کنه، برسه مقصدی که خودش توی ذهنش داره، اون مقصدی که مد نظرشه، اول باید بدونه نقطه فعلی خودش و لوکیشن فعلی خودش کجاست، الان توی چه نقطه‌ای قرار داره. زمانی که تونست نقطه فعلی خودش رو بشناسه، اون زمان قطعاً راحت‌تر و خیلی بهتر میتونه تصمیم بگیره که حالا کدوم سمت رو انتخاب کنه، کدوم جاده رو انتخاب کنه تا برسه به سمت مقصد خودش. دقیقاً مارکت های مالی و اون فردی که میاد داخل بازارهای مالی هم دقیقاً به همین شکله. اون فرد فارغ از این که ببینه حالا مارکت میخواد به کدوم سمت بره، قیمت میخواد کدوم یکی از نقدینگی ها رو پاکسازی کنه، اول باید بدونه قیمت توی اون لحظه توی چه فازی قرار داره. پس حالا که متوجه شدیم چرخه تحویل قیمت، این الگوریتم تحویل قیمت که توضیحش دادم قراره به چه کارمون بیاد توی بازارهای مالی و چه استفاده قرار ازش ببریم، بدون اتلاف وقت بریم سراغ قسمت اصلی ویدیو. حالا قبل از اینکه من بیام در مورد مباحث کلی و اون چرخه چهارگانه مارکت که قیمت دائم در حال رد و بدل داخلش توضیح بدم، میام از خود واژه الگوریتم شروع میکنم. الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی یا به اصطلاح آیپدا، اینتربانک پرایس دلیوری الگوریتم. برای اینکه ما مبحث رو خیلی جامع و کاملتر شروع کنیم، میایم از خود واژه الگوریتم شروع میکنیم که الگوریتم اصلا چیه؟ الگوریتم چه معنایی داره؟ الگوریتم مجموعی از دستورالعمل هاست که برای انجام یک کار یا حل یک مسئله دنبال میشه. ما جدای از بحث بازارهای مالی و تریدینگ میایم الگوریتم رو توی زندگی خودمون ببینیم و از این دیدگاه بهش نگاه کنیم. الگوریتم چیه؟ خود بدن انسان از چه اجزایی تشکیل شده؟ کبد، قلب، کلیه، مغز و هزاران هزار اجزای دیگه و تمامی اینها دست به دست هم میدن، یک دستورالعملی رو تشکیل میدن که بدن انسان بتونه حرکت کنه، زندگی کنه، نیازهای خودش رو برطرف کنه و که به مجموعه اینها میگن الگوریتم. و حالا وقتی بدن انسان همچین الگوریتمی داشته باشه و تمامی عناصری که توی زندگی ما دور و برمون هستن یک الگوریتمی داشته باشن و هیچ کدوم اتفاقی و رندوم نباشن، قطعاً بازارهای مالی هم از این قاعده مستثنا نیستن و یک الگوریتم خاص رو دنبال میکنن، یک دستورالعمل خاصی رو هر روز روزانه دنبال میکنن. چرخه آیپدا که به عنوان مراحل تحویل قیمت هم شناخته میشه، توی معاملات بسیار اساسی هستند. این چرخه ها نمایانگر حالات مداوم حرکت قیمتن، چون قیمت از طریق مراحل مختلفی عبور میکنه. و حالا رسیدیم به بخش جذاب کار، چرخه چهارگانه قیمت: تثبیت، بازگشت، گسترش و اصلاح. شما هیچ چارت و هیچ نموداری رو نمیتونید نگاه کنید، اصلا همین الان از یک چارت به صورت رندوم و اتفاقی عکس بگیرید. شما اون چارت رو نمیتونید توی فازی غیر از این 4 فاز ببینید. یا اون چارت توی فاز تثبیت و کانسالیدیشنه، یا توی یک بازگشت و ریورساله، یا در حال گسترش و اکسپنشنه، یا در حال اصلاح و ریترسمنته. غیر از این 4 فاز هیچ فاز دیگه‌ای توی هیچ بازار مالی دیگه‌ای وجود نداره.
بازار نمیتونه برای همیشه توی یک مرحله باقی بمونه. هر مرحله نشونه ای از اون چیزیه که ممکنه بعداً رخ بده و معامله‌گران بینش‌های عملی ارائه میده. شاید حالا کم کم متوجه بشین که چرا من اولین پست به جای اومدن و آموزش دادن در مورد استراتژی عجیب غریب و نمیدونم سود 300% توی یک هفته از این جور پست‌ها اومدم از یک پست خیلی بیسیک و پایه کار اومدم آموزش دادم و هر مرحله نشونه از اون چیزی که ممکنه بعداً رخ بده و بینش‌های عملی به معامله‌گران ارائه میده. یعنی شما میتونید با دیدن اینکه الان توی چه نقطه‌ای از مارکت قرار دارین نقطه بعدی رو پیش بینی کنید. اولین مبحثی که ما در موردش توی این چرخه چهارگانه میایم توضیح میدیم مبحث تثبیت و کانسالیدیشن، فاز کانسالیدیشن که به نظر من مهمترین فازه. اینکه شما اگه بتونید یک کانسالیدیشن، یک تریدینگ رنج رو درک کنید به راحتی به نظرم 70-80% بازار رو درک کردیم و خیلی میتونه کمک کننده باشه توی تریدهای شما توی تشخیص فازهای بعدی. وقتی قیمت در یک محدوده معاملاتی معامله میشه ما بهش میگیم فاز تثبیت یا کانسالیدیشن. قاعده اصلی این فاز اینه که مارکت بعد از تثبیت نمیتونه مستقیما وارد فاز برگشت بشه. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همچین چیزی. بسیار از تریدرها من دیدم زمانی که بعد از یک فاز گسترش، بعد از یک اکسپنشن وارد یک کانسالیدیشن ما میشیم، خیلی فکر کنن که خب الان دیگه مثلا خورده به یک آرایه تایم فریم بالا و الان قراره به راحتی وارد این فاز برگشت بشیم. همچین سناریویی رو توی ذهنشون دارن، اما باید بگم این سناریو کاملا غلط و اشتباهه و هیچ موقع قرار نیست شما همچین چیزی رو ببینید. مارکت بعد از یک فاز کانسالیدیشن وارد یکی از این سه فاز میشه و این سه فاز رو من اینجا براتون کاملا توضیح میدم. اولین فاز این که بعد از یک گسترش، بعد از یک اکسپنشن ما وارد یک فاز کانسالیدیشن میشیم. توی 90% مواقع مارکت بعد از یک فاز کانسالیدیشن مستقیما وارد فاز گسترش میشه و کلا روند خودش رو ادامه میده. این مورد اول و این سناریوی اول. مورد دوم که میشه چی؟ خیلی افراد قطعا این سناریو رو میدونن که ما توی سبک ICT بهش چی میگیم؟ ستاپ AMD. اگه نمیدونید ستاپ AMD چیه، مخفف اکومولیشن، مانیپولیشن و دیستریبیوشن. انباش، دستکاری، توزیع که یکی از پایه ترین و کاربردی ترین ستاپ های ICT و به نظر من کل مارکت دائما در حال تشکیل ستاپ AMD و دلیل استفاده من از بسیاری از زمانهای اوپن روز مثل اوپن ساعت 2 نیمه شب نیویورک یا 7 صبح نیویورک همین ستاپ AMD و اگه دقت کنید و خودتون بندازید روی چارت متوجه صحبت من میشید. نیازی نیست که صحبت‌های من رو همینجوری چشم بسته بگید درسته یا غلطه، کاری نداشته باشید. کلا به این روی چارت فقط خودتون ببینید که چی کار کرده و خودتون متوجه میشید که بالاخره این صحبت‌ها درستن یا غلط. ستاپ AMD زیاد از بحث منحرف نشیم. کانسالیدیشن، یک دستکاری، یک گسترش. ببینید اینجا گفتم توی 90% مواقع ما گسترش داریم، اینجا هم ما گسترش رو داشتیم. نقدینگی ها رو پاکسازی کرده، استاپ معامله‌گر و تریدرهای ریتیل رو زده و سپس دیستریبیوشن یعنی بازگشت و ریورسال رو داشتیم. AMD به همین راحتی یکی از پایه‌ترین و زیباترین ستاپ‌های ICT. سناریوی سوم که خب این هم خیلی بعضی مواقع پیش میاد، بعد از یک کانسالیدیشن اکثر تریدرها فکر میکنن که بعد از این اکسپنشن به سمت پایین فکر میکنن که ما الان دیگه رفتیم وارد فاز ریورسال. نمیتونه. ببینید چقدر تاکید میکنم، مارکت از یک فاز کانسالیدیشن نمیتونه وارد فاز ریورسال بشه، یا میاد اکسپنشن مستقیم بعد از اون فاز ادامه میده، یا اینکه اون اکسپنشن صرفا یک دستکاریه و بعدش ریورسال میده، یا اینکه اگه هم دیدیم که مارکت داره برمیگرده اون صرفا یک اصلاح به یک آرایه PD و قراره مجددا روند خودش رو ادامه بده. حتی اینجا هم دوباره ممکنه ما یک ریورسال داشته باشیم. در هر صورت ما نمیتونیم از فاز کانسالیدیشن یک ریورسال و یک تغییر روند واضح رو داشته باشیم. پس این رو حتما توی ذهنتون داشته باشین. مهمتر از این که
مارکت بعد از یک فاز چه کارهایی میتونه انجام بده، اینه که بدونید مارکت چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. این خیلی نکته مهمیه و حتما بهش توجه داشته باشیم. مورد بعدی اکسپنشن و گسترشه که خب به شخصه از لحاظ سوددهی مدل من هم هست، یک حرکت قوی و ناگهانی در قیمت چه به سمت بالا و چه به سمت پایین. فاز گسترش و همون اکسپنشن مرحله‌ای که معامله گران اغلب بیشترین سود رو از اون میبرن. دقیقاً همین نکته‌ای که چند ثانیه پیش بهش اشاره کردم. توی این فاز قیمت کندل‌های بزرگ و فراگیر رو شکل میده. اکثرا توی ستاپ‌های توزیع و دیستریبیوشن هم دیدین که من تریدشون کردم و به طور قاطع قیمت توی یک جهت حرکت میکنه. حالا چیزی که مهمه اینه که مجدداً بدونید فاز گسترش، فاز اکسپنشن چه مواقعی رخ میده. فاز اکسپنشن معمولاً بعد از موارد زیر رخ میده. اگه حفظش براتون سخته حتما از این اسلایدها اسکرین شات بگیرین که داشته باشین و حتما مرورشون کنین. فاز اکسپنشن معمولاً بعد از یک فاز تثبیت، کانسالیدیشن، همون چیزی که توی اسلاید قبلی بهش اشاره کردیم، بعد از دستکاری در یک سمت محدوده فاز اکسپنشن رخ میده. معمولاً بعد از یک فاز ریورسال هم اکسپنشن رخ میده که ما یک روندی داشتیم، به عنوان مثال روند صعودی داشتیم. این روند صعودی یک ریورسالی رو شکل داده توی یک نقطه‌ای و بعدش یک اصلاح و دوباره اکسپنشن. پس اکسپنشن بعد از فاز ریورسال هم قطعاً داریم و معمولاً بعد از یک فاز اصلاح هم ما مجدداً یک فاز اکسپنشن و گسترش داریم. این که ما یک روندی به این شکل داشته باشیم، یک اصلاحی رو بده و مجدداً یک اکسپنشنی رو داشته باشیم. پس این هم از فاز گسترش و اکسپنشن. حتما روی این نکات فکر کنید، زود رد نشید ازش. این مطالبی که دارم میگم اینا یادم رفت شاید اول ویدیو بگم، این رو حتما بهتون بگم که این مطالب تماما متعلق به شخص استاد مایکل هادلسونه. من چیزی رو مستقیما از خودم ارائه نمیدم. ساخت یک دانش کار راحتی نیست. اینکه خیلی از اساتید به ظاهر اساتید توی این اینستاگرام یا پلتفرم‌های دیگه، اکثرا اینستاگرام، میان اصلا میگن من یه سبک اختراع کردم. نه، چیزی وجود نداره. یک شخص مثل مایکل هادلسون یا مثل شخص البروکس بعد از 20-30 سال ترید، اون هم توی لول بالاتر، اون توی بورس نیویورک یا خیلی بازارهای دیگه، تونستن به این سطح دست پیدا کنن و یک دانش رو اختراع کنن. قطعاً یه سری افراد به ظاهر استاد توی ایران بعد از 2-3 سال نمیتونن این کار رو انجام بدن و گوله همچین اساتیدی رو نخورید. زیاد از بحث او نشیم مجددا. پس این دانش ها مستقیما از سمت خود من ارائه نمیشه و چیزهایی که با دیدن ویدیوهای استاد مایکل هادلسون من بهشون تونستم نسبتا دست پیدا کنم. بریم سراغ مبحث بعدی. مبحث بعدی بازگشت و یا همون به اصطلاح ریورسال، تغییر در جهت قیمت. معمولا یک ریورسال زمانی رخ میده که یک فاز گسترش، همون اکسپنشن، در یک جهت با فاز گسترش در جهت مخالف تایم فریم بالاتر برخورد کنه. این که گفتم یعنی چی؟ یعنی که شما به اصطلاح یک روند نزولی رو دارین، یک روند صعودی رو، اینطوری مثال بزنم بهتره، یک روند صعودی رو توی تایم فریم 15 دقیقه داریم به عنوان مثال، اما توی تایم فریم 4 ساعته شما داخل یک روند نزولی هستین، یک اکسپنشن نزولی داریم توی تایم فریم 4 ساعته و این اکسپنشن 15 دقیقه در اصل میشه یک اصلاح در یک اکسپنشن 4 ساعته. همچنین میتونه زمانی اتفاق بیفته که قیمت به یک سطح مهم برسه که به اصطلاح خودمون همون آرایه‌های PD بعدش تثبیت بشه و سپس جهت خودش رو تغییر بده. ویژگی های کلیدی یک بازگشت یا ریورسال چیه؟ فازهای بازگشت یا ریورسال برای شناسایی زمان معامله اکسپنشن ها حیاتی هستند که این ستاپ اگه دقت کرده باشین به ترید های کانال من، کانال تلگرامم به آدرس apolar_ICT، این ترید های من اکثرا توی یک فاز ریورساله، یعنی نقطه فلیپ و نقطه برگشت رو تونستم تشخیص بدم که خب با ترکیب آرایی ها و زمان رو من خیلی بهش تاکید دارم و حتما توی معاملاتتون بهش توجه داشته باشین. توی تایم فریم های پایینتر بازگشت ها و ریورسال ها نشانه های متمایزی توی بازه های زمانی پایینتر به جا میگذارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ممکنه که توی تایم فریم 1 ساعته
ببینید که یک نشانه های خیلی ریزی دارین میبینین از بازگشت روند، به عنوان مثال از یک روند صعودی به نزولی. توی تایم 5 دقیقه ممکنه که اون مارکت استراکچر شیفت یا اون CIS رو به شما داده باشه. پس هماهنگی تایم فریم ها خیلی مهمه که حالا بهش میرسیم. مشاهده هماهنگی تایم فریم ها برای تغییر در وضعیت تحویل یا به اصطلاح CISC میتونه توی شناسایی بازگشت های معتبر به ما کمک کنه که این هم مجددا از ستاپ های مورد علاقه منه. حالا جدای از این بحث چرخه های چهارگانه، من میام توی همین ویدیو یه بخش رو اضافه میکنم که هماهنگی تایم فریم ها رو شما خیلی بهتر به دست بیارین. خیلی از من سوال شده که به عنوان مثال اگه توی تایم فریم 4 ساعتم، توی تایم فریم 4 ساعته اینجوری بگم تایم فریم بالاتر منه، تایم فریم کوتاه مدت هم که من بتونم توی اون ورود کنم میشه چه تایم فریم؟ یا تایم فریم روزانه تر آرایه ها رو بررسی میکنم، تایم فریم پایین‌تر هم میشه چی؟ بریم یه اسلاید ببینیم از هماهنگی تایم فریم ها. آرایه تایم فریم ماهانه، یعنی کسی که تایم فریم ماهانه رو به عنوان تایم فریم بلند مدت خودش انتخاب کرده برای ترید، توی چه تایم فریم پایینی باید CISC رو بررسی کنه، تغییر در وضعیت چارت، ریورسال ها رو بررسی کنه و غیره. تایم فریم پایین تایم فریم ماهانه میشه تایم فریم روزانه، CISC تایم فریم روزانه به اصطلاح، که تغییر در وضعیت تحویل رو توی اون تایم فریم مشاهده کنه. تایم فریم هفتگی، کسی که تایم فریم هفتگی رو به عنوان تایم فریم بالای خودش انتخاب کرده، تایم فریم 4 ساعته رو میتونه به عنوان تایم فریم پایین‌تر خودش بررسی کنه و توی اون تایم فریم نقاط ورود خودش رو پیدا کنه. کسی که تایم فریم روزانه رو به عنوان تایم فریم بالای خودش انتخاب کرده، از تایم فریم 1 ساعته برای شناسایی نقاط ورود باید استفاده کنه. کسی که تایم فریم 4 ساعته رو انتخاب کرده برای تایم فریم بالاتر خودش، که اگه توجه کرده باشید مدل مورد علاقه من هم هست، از تایم فریم 15 دقیقه باید به عنوان تایم فریم پایین‌تر خودش استفاده کنه. کسی که تایم فریم 1 ساعته رو به عنوان تایم فریم بالاتر خودش انتخاب کرده، باید از تایم فریم 5 دقیقه برای تایم فریم کوتاه مدت خودش استفاده کنه و نقاط ورود رو اونجا پیدا کنه. به همین منوال میاد پایین‌تر. کسی که تایم فریم 15 دقیقه رو انتخاب کرده، تایم فریم 1 دقیقه رو باید بررسی کنه برای شناسایی نقاط ورود، که به نظر من آخرین مدل یک مدل اسکلپه و معمولاً برای ترید در اوپن بورس مثل شاخص‌های نزدک، داو جونز و غیره به کار میره، که من خودم توی ترید نزدک هم از همین مدل هماهنگی تایم فریم استفاده میکنم. چون شما اگه بخوای بعد از اوپن بورس از تایم فریم های مثل تایم فریم 5 دقیقه استفاده کنی، معمولا ممکنه اصلا توی اون سشن یا اون کیل زون اصلا اون مدل معاملاتی و نقطه ورود مد نظرت رو پیدا نکنی. پس تایم فریم 1 دقیقه الی 3 دقیقه کلا خیلی مناسبه برای شناسایی نقاط ورود در شاخص‌های نزدک بعد از اوپن بورس. این هم از بخش هماهنگی تایم فریم ها. این صفحه هم حتما یک اسکرین شات بگیرید و حتما مطالعه روش داشته باشید، دیگه درگیر هماهنگی تایم فریم نباشید که آقا اگه من تایم فریم بالام فلان بود، تایم فریم پایینم چی باشه و غیره. این یک صفحه جامع و کامل برای شما. مبحث بعدی و مبحث آخر، اون عضو آخر از چرخه چهارگانه چیه؟ اصلاح یا به اصطلاح ریترسمنت، که به نظر من ساده ترینش هم هست. پولبک جزئی بعد از یک گسترش و اکسپنشن. اصلاح معمولا توی فاز گسترش رخ میده، همونطور که اکثر ما دیدیم، زمانی که قیمت به طور موقت برخلاف روند غالب حرکت میکنه، برخلاف روند اصلی حرکت میکنه خیلی کم، به عنوان مثال 50%. این فاز فرصت هایی رو برای معامله‌گران فراهم میکنه تا در نقطه نوسان گسترده تر موقعیت بگیرن. یعنی که شما اگه میبینی بعد از یک فاز گسترش مارکت داره میره، نگران نباش و قیمت رو تعقیب نکن. این رو مارکت هادلسون بارها اشاره کرده بهش. تعقیب قیمت اصلا کار درستی نیست. مارکت همیشه به شما فرصت میده، اما شما همیشه باید حضور داشته باشین توی این مارکت و به خاطر یک سری نقاط برد اشتباه خودتون رو دل زده نکنین یا خدای نکرده کال مارجین نکنین که بتونین که نتونین دیگه کلا این فرصت ها رو بگیرین. خب پس اصلاح همین فرصت ها رو به شما میده. اصلاح همیشه در قیمت وجود داره و شما اگر یک روندی از دست دادین نگران نباشین، بازار مجددا اصلاح میده و شما میتونید
توی اصلاح ها موقعیت رو دوباره بگیرید. ویژگی های کلیدی یک اصلاح چیه؟ اصلاح معمولا بعد از فاز گسترش اتفاق میفته که گفتم بهش اشاره کردم. قیمت اغلب به داخل یک آرایه PD باز میگرده، مثل ارده بلاک ها یا FVG ها که معمولا من خودم به شخص از ارده بلاک از FVG ها استفاده میکنم. البته کلا ارده بلاک ها هم سر جای خودشون که همون CISC به اصلاح میشن. حالا توی مثال ها کامل بهش اشاره میکنم. معمولا بعد از یک اصلاح هم یک اکسپنشن و گسترش دیگه توی همون جهت روند اتفاق میفته. چون اگه بخواد دوباره برعکس بشه که دیگه اصلا نمیشه اسمش اصلاح گذاشت و اسمشو بزنیم یک ریورسال. و این هم ویژگی های کلیدی یک اصلاح بود. پس ما با چرخه چهارگانه آشنا شدیم: کانسالیدیشن، اکسپنشن، ریورسال و ریتریسمنت. تمامی ویژگی های کلیدی و توضیحاتش رو توی اسلاید ها گذاشتم، حتما مرورش کنین. میریم سراغ یک سری مثال، چون من میدونم که هر چقدرم توضیح بدم با یک سری شماتیک و یک سری توضیحات به اون حدی که میشه با مثال و ترید روی چارت شما متوجه بشین، متوجه نمیشین با این شماتیک ها. پس بریم که با هم یک سری مثال ببینیم و چه مثالی بهتر از همون ترید هایی که من خودم انجام دادم توی چند روز اخیر و نرم یک سری ترید های دیگه رو بیارم، همونایی که ترید کردم توی کانال گذاشتم رو میام با هم بررسی میکنیم. بریم که مثال ها رو با هم ببینیم. اومدیم روی چارت تا آموزش هایی که با هم سپری کردیم توی این حدوداً 20 دقیقه رو ببینیم که آیا اصلا کار میکنه یا نه، آیا اصلا اینا کاربردی هست این الگوریتمی که من توضیح دادم یا نه. اول معامله خودم رو نشون نمیدم. معامله خودم البته تو کانال تلگرام گذاشتم، ولی میخوام بعد از اینکه نتیجه کار رو با هم دیدیم نشون بدم. اول بگم که این سایت فراز هست برای برای ریپلای و این حرفا. من اومدم یه سایت فراز. خب من چی کار میکنم؟ اولین کاری که میکنم میام یک خط عمودی تنظیم میکنم روی اوپن ساعت نیمه شب نیویورک، اوپن 20 نیویورک. این خط رو ما تنظیم کردیم، جفت ارز یورو به کد هست. بعد ما یک خط ترند لاین مشخص میکنیم روی اوپن نیمه شب، این خط. یک خط دیگه مشخص میکنیم برای اوپن 2 نیمه شب که همه این اوپن ها اینا مربوط میشه به ستاپ AMD، برای هم میگم کامل ترین ستاپ ICT است. و یک خط هم مشخص میکنیم برای اوپن 7 صبح نیویورک. بگید شاید بگین این اوپن ها چی هست؟ ساعت 20 نیویورک اوپن اصلی آیپد ها هست، اوپن الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی، چیزی که خود مایکل هادلسون بهش اشاره کرده. اوپن ساعت 2 اوپن کیلزون لندن هست که ما انتظار داریم بالاش جمع آوری بشه. اگه نزولی هستیم قیمت بالای اوپن جمع آوری کنه و بعد دیستریبیوشن خودش انجام بده، و اگه توی کیلزون نیویورک هستیم و باز هم نزولی هستیم بالاش جمع آوری و انباشت خودش انجام بده و بعد توزیع کنه. خب ما اینجا آنچنان جمع آوری بالای اوپن نیمه شب نداشتیم. من اینا رو تنظیم میکنم و می نویسم که این اوپن ها چه ساعتی هستن. رایت اینجا 2، این هم از اوپن ساعت 2 و این هم از اوپن ساعت 7. الان همه تایم ها رو ما داریم. این تایم های مهمی هست که من برای ترید ازشون استفاده میکنم. یکم میکشیمشون جلوتر. چیزی که من گفتم چی بود؟ این که ما بعد از یک فاز کانسالیدیشن نمیتونیم مستقیما وارد فاز برگشت بشیم. خیلی افراد الان چه فکر میکنن؟ الان فکر میکنن که ما الان توی این فاز کانسالیدیشن که قرار داریم، توی این فاز باکس قرمز رنگ، ما الان از همینجا من میام اینا تنظیم میکنم. اینجا استاپ ها میذارم زیر این کف،
تی پی هم میذارم به عنوان مثال روی اوپن نیمه شب که قطعا تی پی هم میزنه. اینجا هم که حتما این نقدینگی پاکسازی شده و دیگه حتما ستاپمون قطعیه. و بگم که کاملا در اشتباه، این همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیفته. چرا؟ چون من توی شماتیک گفتم که مارکت مستقیما از یک فاز، از یک اکسپنشن وقتی رفته توی یک تریدینگ رنج مستقیما نمیتونه برگرده. خب پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا شاید یکم تو سود برین، بعدش ببینید استاپ شما زده شد. چرا؟ چون ما هنوز این کف‌های برابر اینجا رو داشتیم و من گفتم که مارکت نمیتونه مستقیما از فاز کانسولیدیشن وارد یک ریورسال بشه. چه اتفاقی افتاد؟ شماتیکی که توی پاورپوینت بهتون نشون دادم. اینجا یک کانسولیدیشن، یک ستاپ A یعنی accumulation، distribution، manipulation و اینجا چه اتفاقی میفته؟ من اینو پاک میکنم. این ما بهش چی میگیم؟ CIST. گفتم براتون توضیح میدم CIST چیه. ببینید CIST چاک دیگه براتون خدمتتون عرض کنم، مارکت استراکچر شیفت، اینا همگی یه مفهومو میدن دوستان. خب لازم نیست برای خودتون پیچیده‌اش کنید، یا مثلا بگید فلان سبک اینو میگه، فلان سبک اینو میگه. همه سبک‌ها در ذات یک صحبت رو ارائه میدن. این دیدگاه شماست که باعث میشه تنوع ها رو به وجود بیاره. خب پس CIST میشه چی؟ یکم با مارکت استراکچر شیفت فرق داره. توی مارکت استراکچر شیفت ما تمرکزمون روی سوینگ لوها و سوینگ های هاست، اما توی CIST ها روی بدنه های کندل تمرکز داریم. وقتی میخوایم روندمون از روند نزول به صعودی تغییر کنه و میخوایم یک CIST ببینیم، آخرین رشته کندل نزولی، خب حالا میتونه یک کندل باشه، میتونه دوتا باشه مثل این نمونه، اولین کندل نزولی یعنی این کندل، این دومی میشه، این اولی، این میشه CIST ما که من اینجا مشخصش میکنم با خط آبی رنگ. خب باید کلوز بده، بدنه یک کندل باید بالای بدنه CIST کلوز بده که اینجا کلوز داد. خب مجددا یک دیسپلیسمنت قوی. حالا اینجا یه فردی که مثلا تازه کاره، آماتوره، تازه اومده، تازه با ICT آشنا شده و خب حقیقتا برگاش میریزه از اینکه چقدر با دقت اومد این کفای برابر اینجا پاکسازی کرد، از یک کانسولیدیشن نتونست صاف بره برای ریورسال، یک دستکاری و منیپولیشن داد. حالا اومد اینجا CIST. اینجا اون فرد تازه کار چیکار میکنه؟ دنبال موقعیت و دنبال قیمت میدوه. بذار اینجا سری یه معامله بزنم، استاپمو بزنم اینجا، استاپمو که قطعا نمیزنه. نه دیگه استاپو نمیزنه و میبینیم که میره استاپ شما رو هم میزنه و به تارگت شما نمیرسه. خب هیچ وقت دنبال موقعیت ندوین، این کار کاملا اشتباهیه. موقعیت صدها سال قبل از ما بوده با این بازارهای مالی، صدها سال بعد از ما و نسل‌های بعد ما هم هست، پس لازم نیست عجله کنین. خب اجازه میدیم حتی اگه رفت اشکالی نداره، مهم اینه که شما به ستاپ معاملاتی خودتون عمل کنین. خب پس این حتما مورد توجهتون بمونه، هیچ وقت دنبال قیمت ندوین. اینجا ما منتظر میمونیم. اینجا میتونیم از یک ستاپ استفاده کنیم، ستاپ OTE. خب اگه OTE هم استفاده نکردین حتما منتظر بمونین که قیمت وارد محدوده دیسکانت شما بشه، یعنی بیاد زیر لول 50%. خب اینجا قیمت وارد لول 50% من شده، این لول 50% منه توی این نقطه قطعا قابل مشاهده است. من میام توی این FVG، توی این فیر ولیو گپ، توی این ناکارآمدی ریسک به ریوارد خودم رو تنظیم میکنم. ریسک به ریوارد حتما زیر آخرین کف باشه. خب کاری نداشته باشین که نمیدونم ریسک به ریواردم کم شد. اگه کم شد نگین، اگه میدونین که کمتر از اون ریسک به ریوارد مد نظرتونه اصلا موقعیت رو بیخیالش بشین. خب این دلیل نمیشه که شما بیای استاپتو تغییر بدی بیاری بالاتر. خب استاپتو میذاری زیر آخرین لو، زیر آخرین کف. شما ممکنه بیاد استاپ شما بزنه ولی همچنان اون تحلیل شما درست باشه و اینجوری خیلی بیشتر فشار روحی داره قطعا براتون. و میتونیم تارگتمون رو بذاریم بالای سقف آسیا، چون قطعا وقتی هم لندن نزولی باشه و هم نیویورک قطعا ما قراره یه حرکت شارپی از مارکت ببینیم. من اینجا سقف آسیا رو مشخص میکنم، این نکته رو هم اضافه کنم
که اون روز این نماد یوروکد با پوندکد واگرای SMT داشت و این هم خودش یکی از دلایل این پوزیشنی بود که من گرفتم. ریوارد 2.5. اینجا هر چقدر اومد پایین برای ما مهم نیست، مهم اینه که این کف برای ما فعال نشه. خب اینجا رفتن به کندل بعدی، ببینید ممکنه یک دامپی انجام بده، اما مجددا میبینیم که قیمت چجوری اون تحلیلی که ما داشتیم رو بهش پای بنده. من اینجا میرم تایم فریم 15 دقیقه، چون ترید خودم هم روی تایم فریم 15 دقیقه بود، ظاهرا این فعال نیست. میرم 5 دقیقه بذارمونه ببینم حالا چرا. اینجا ببرمش رو 15 دقیقه. بله اینجا میبینیم که آسیان بای سایت اون خط ما، یعنی نقدینگی سقف آسیا، و میشه چجوری داره به سمت نقدینگی و لیکویدیتی ما میره و تمام. دقیقا همین نقطه بود که تارگت من تاچ شد و الان براتون یه تصویر نمایش میدم. این نقطه ببینید که توی کانال تلگرام هاتون به اشتراک گذاشتم، چقدر زیبا و دقیق اومد زیر اوپن نیمه شب، زیر اوپن 2 صبح و زیر اوپن 7 صبح. قشنگ انباش جمع آوری خودش انجام داد و بعد دقیقاً خیلی زیبا رفت به سمت نقدینگی آسیا. و خیلی جالبه که اینو بدونین، این ستاپ هم یک ستاپ مارکت میکر بای مدل هست و هم ستاپ CRT. من طبق CRT هم این پوزیشن رو گرفتم. CRT رو بعداً توی پست‌های بعدی توضیح میدم. اینو میخواستم صرفاً چون این پست صرفاً در مورد الگوریتم تحویل قیمت بود، میخواستم با اون هدف براتون توضیح بدم که امیدوارم مفید هم واقع شده باشه. که دیدید نتونست مارکت مستقیما از این، با اینکه هم داخل کیل زون بودیم، هم داخل تایم خوب بود، هم داخل ماکرو بود، اما نتونست. اینجاست که آیپد به کمک شما میاد. این از مثال پوزیشن یوروکد. خب چون مثال قبلی نسبتا طولانی شد و من سعی کردم خیلی واضح و دیگه هرچی در توان دارم بذارم برای توضیح اون معامله و اون تحلیلم، این مثال رو خلاصه تر توضیح میدم که وقتتون هم زیاد گرفته نشه، ولی حتما روی این مثال ها فکر کنید، روشون تمرکز کنید، چون من تقریبا همه توان خودم رو گذاشتم برای ساخت این آموزش و اینکه اولین پستمون هم هست. خب مثل همون معامله یوروکد ما میایم اوپن نیمه شب رو مشخص میکنیم با یک خط عمودی، اوپن الگوریتم تحویل قیمت، و همینطور خود خط افقی اوپن رو هم ما مشخص میکنیم که انتظار داریم اگه نزولی هستیم بالای این قیمت ما انباش داشته باشیم و به سمت پایین دیستریبیوشن و توزیع، و اوپن ساعت 2 هم مشخص میکنیم به همین منوال، از اون هم همچین انتظاری داریم. ما انتظار داریم که حالا مارکت با این جمع آوری و کانسالیدیشنی که این ناحیه از خودش شکل داده، ما انتظار داریم که بیاد و به سمت پایین یک توزیع موقتی انجام بده که به همین اتفاق هم میفته. حالا ما منتظر میمونیم که بیاد نقدینگی ها رو مجدداً پاکسازی کنه. ساعت چنده؟ ساعت 9 صبح. یه دامپ خیلی قوی، یه دامپ خیلی تمیز. یه نکته دیگه مجددا من این رو بگم، توی شماتیک کانسالیدیشن توضیح تثبیت من چی گفتم؟ گفتم زمانی که یک کانسالیدیشن داریم نمیتونیم مستقیما وارد فاز ریورسال بشیم، یعنی بعد از یک روند صعودی که به این شکل داشتیم ما همچین چیزی رو نمیتونیم ببینیم، و اگه دیدیم یک اصلاح توی تایم فریم بالاتر هست. پس ما چیکار میکنیم؟ الان چه تایم فریمی هستیم؟ تایم فریم 5 دقیقه. ما میریم توی تایم فریم 1 ساعته. این ترید از همون دسته تریدیه که خیلی من دیدم همه جا گفتن چطوری و اصلا تعجب کرده بودن همه. اینجا دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ ما یک
نقدینگی اینجا داشتیم که پاکسازی شد و مهمتر از اون یک فری ولیو گپ. و این اتفاقی نیست. ببینید الان کجاش این اتفاقیه که دقیقاً به آستانه میانی FVG واکنش نشون بدیم و برگردیم. این کجاش میتونه اتفاقی باشه؟ خب پس من اینجا منتظر میمونم یه بار دیگه برگردم، این رو مشخص کنم برای دقیقه ها. میرم توی تایم فریم 5 دقیقه، منتظر میمونم مارکت بیاد و به این فری ولیو گپ که من اینجا با رنگ توسی مشخصش میکنم یه واکنش تمیز نشون بده و برگرده. یه ترسل سوپ داشته باشیم، یک سوپ لاک پشت. و چون توی تایم خبر هم هستیم و روز آخر ماه سپتامبر، انتظارم خیلی بیشتره که بعد از یک برخورد سریعا واکنش نشون بده. خب پس اینجا اوکی. میریم کندل بعدی. من اینجا توی چیزی که توی کانال هم به اشتراک گذاشتم، بعد از این که دیدم سریعا به این آستانه میانی ما واکنش نشون دادیم، یک اوردر کاشتم، استاپ هم گذاشتم زیر این ناحیه و تارگت رو بردم بالاتر. تا کجا؟ تا سقف این ناحیه. ریوارد 6 حدوداً به هم داد و ببینیم چه اتفاقی میفته. هر مثالی که دارم میزنم چیزیه که خودم اجرا کردم و چیزیه که توی همین پست من بهش اشاره کردم که مارکت بعد از یک فاز کانسلیشن اگر دیدیم ریورسال انا خیلی اینجا سیل گرفتن، انتظار تارگت های پایین تر هم داشتن که خب این همچین چیزی رخ نداد و تمام تارگت ما زده شد. پس مارکت اونجوری که خیلی افراد به شما نشون میدن سخت نیست. سخت هست، ببینید نمیگم سخت نیست، اما حرکات قیمت، حرکات کندل ها، نمیدونم تله گذاری ها و دستکاری های مارکت میکر به اندازه کافی سخت هستند و شما با استراتژی های پیچیده و نمیدونم یه سری کارهایی که فکر کنید هر چقدر این استراتژی برای خودتون سخت‌تر کنید روش حل معمای این مارکت براتون راحت‌تر میشه، این فکر اشتباهه. چارت به اندازه کافی خودش سخت است. شما باید ساده ترین روش رو برای حل این معما و این انیگما انتخاب کنید. پس دیدین که الگوریتم تحویل قیمت که شاید اول ویدیو میگفتین بابا این اصلا به چه کار من میاد، چطوری برای ما کارسازی کرد و من خودم به شخصه از اون استفاده کردم. نمیام یه پست بسازم، یه ویدیو بسازم بگم که ببینید این کارو کرده، اون کارو کرده، خودم نگرفتم، خودم نشستم نگاش کردم. نه، من هر چیزی رو که بگیرم، هر معامله‌ای رو که انجام بدم میام توضیح میدم و هیچ ادعایی هم ندارم. هیچ هم نمیام بگم که آقا ببینید من اینقدر سود کردم، الان نشستم تو ویلا، الان نشستم تو ماشین. همچین چیزی وجود نداره. من اگه کانسپتی رو ببینم جواب میده، میام آموزش میدم. الان هم ساعت حدوداً 11 شب 10 و 11 من همچنان دارم فیلمو ضبط میکنم، هیچ ادعایی هم ندارم. چیزهایی که توضیح دادم و خودتون برین تست کنین. نیازی به اول ویدیو هم گفتم نیازی به این نیست که چشم بسته بیاین درست و غلطشو مثلا بگین درست گفتی یا غلط گفتی. نیاز نمیخوام که مثلا ادعا کنم بگم همه چیزم درسته، همه کارم درسته. نه، من یه چیزی رو میام آموزش میدم، دقیقاً مثل استاد مایکل هالرسون. میام یه چیزی رو آموزش میدم، شما برین تست کنین. اگه خوب بود که نوش جونتون، سودتون رو باش بکنین، ان شاءالله که تو این وضع بعد اقتصادی سودی بتونین برسونیم همگی به خانواده هامون. اگه هم نداد منو نه دنبال کنید نه اصلا چیزی. هر چیزی که من میگم کاملا رایگانه، چیزیه که خودم یاد گرفتم و همین. امیدوارم موفق و پیروز باشین. 2 مثال زدم، همش الگوریتم تحویل قیمت رو براتون توضیح دادم. امیدوارم هر جا که هستین معاملات خوبی داشته باشین، در پناه حق موفق و مؤید باشین.